وقتی صادق خلخالی میخواست مقبره کوروش بزرگ و تخت جمشید رو تخریب و ویران کنه، این مرد یک تنه جلوش ایستاد و گفت باید از روی جنازه من رد بشی تا بتونی تخت جمشید و مقبره کوروش بزرگ رو خراب کنی. در اوایل انقلاب خلخالی تصمیم گرفت تخت جمشید رو که نمادی از طاغوت، شاهنشاهی و تهدیدی برای انقلاب میدونست تخریب کنه. اما در برابر او مردی ایستاد که نامش با شرافت و میهندوستی گره خورده. نصرت الله امینی، استاندار وقت استان فارس. مردم فارس با غیرت تاریخی و عشق به فرهنگ کهن ایران پشت او ایستادند. از مرددشت تا شیراز مردم اعلام کردند که اجازه نمیدن دست کسی به میراث چند هزار سالهشان برسد. آن روز فارس فقط یک استان نبود، قلب تپنده ایران بود. نصرت الله امینی نه فقط یک استاندار که نماد غیرت ملی و حافظ شکوه تاریخ تمدن ایران شد. آن روز خلخالی دست از پا دراستر به تهران برگشت و تخت جمشید از گزند او به خاطر غیرت این مرد در امان ماند. ایران هر آن کس خانه بیران خواهد. خون کوروش در رگ‌هایم، خون پاسبان شاه.